سلام علی جان. سلام مرتضی جان، شب حال شما شما بخیر. چطوره؟ شب شما بخیر. درود خدمت دوستان گرامی که دارن جوی میشن، در خدمت هستیم. من فرزاد رو هم اد کنم که لایو من البته بشه. تصویر شما رو متاسفانه ندارم مرتضی، شما تصویر بنده رو دارید؟ بله، من تصویر شما رو دارم. سلام بله. سلام فرزاد عزیز. ارادت حال شما مخلص. چطوره؟ خوب هستین؟ یم مرتضی جان، علی آقا سلام. قربان سلام شما. شما بخیر، خوب هستید؟ ممنونم. بخیرم. علی شما تصویر به فرزاد رو داری یا نداری الان؟ بله من تصویر ایشون هم دارم ولی تصویر شما رو من ندارم. فرزاد شما تصویر منو من تصویر داری؟ شما آره، رو دارم. بله. منم دارم. احتمالا باشه از مشکل از خودته. میخوای حالا یه بار میخوای آن آف کنی؟ نه بذار ببینم. اوکیه، بریم. به نظر من این توی آره اپلیکیشن من مشکل احتمال. هستش، چون اگه خاطر باشه ما نمیتونستیم چیزا بکنیم ران کنیم. منم خب خیلی هم عالی. سلام فرزاد جان و بقیه دوستان، امیدوارم که همگی خوب باشین. مرسی فرزاد، میدونم که سرت خیلی شلوغه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. واقعا برام ارزش داره که تو لایو باشی. اگر که افتخار بدی یه معرفی مختصر از خودت داشته باش، چون من علی رو کمه میشناسن، و بعد بریم سراغ چشم. بحث. اول که ممنونم از اینکه دعوت کردید بنده باش رو. بخور. و من هم در خدمت شما به عنوان شاگرد بودم، همین که آقای نیکفال قطعا استاد بنده هستن. افتخار آشنایی دورادور ایشون رو داشتم. حالا اینجام که بهتر و فضای بهتری هم ایجاد شد. ممنونم ازتون. سلامت. من فرزاد محبی هستم. تقریبا الان نزدیک 6.5 سال خودم مهاجرت کردم، نزدیک های 7 سالش داره میشه. و تحصیلاتم در قبل از مهاجرت تو ایران در رشته مهندسی برق و حقوق بوده. هر جفتش رو در مقطع لیسانس هم کرده بودم. حالا ابتدا هم برق رو خونده بودم و بعد به سببی توی مجموعه فنی کار میکردم. برای مذاکرات قراردادها منو مجبورم کردم برم حقوق هم بخونم که حالا بانی خیر شدم، دمشون گرم. من 5 سال بعد از اون هم در حوزه وکالت کار کردم و در زمانی هم که در حوزه برق کار میکردم، حالا پوزیشن های مختلفی هم از PLC من رو سکوی نفتی و بعدش حالا توی پروژه های مختلف فایرنگس و اینها بودم. مدیریت پروژه در حوزه آرندی تو حوزه اتوماسیون داشتم و بعد دیگه میگم وارد بحث حقوق و وکالت و این داستانا شدم و قبل از اینکه بیام اینجا در واقع وکیل بودم به صورت رسمی. ولی بعدش در یه مقطعی تصمیم گرفتم که من از روز اولم زیاد کامپیوتری بودم بیشتر تا اینکه بخوام برقی باشم. تصمیم گرفتم به توصیه یکی از دوستان بسیار نزدیکم که ایشون هم به هر حال میشناخت منو و اینها و یه صحبتی کردیم، تصمیم گرفتم یه چنج جدید بدم و دیگه اومدم فنلاند با پذیرش تحصیلی و مهاجرت هم ابتدایش تحصیلی بود. برای مقطع لیسانس اقدام کردم توی دانشگاه اپلاید ساینسی و اومدم اینجا و تونستم خیلی سریع اینجا در مقطع لیسانس فارغ التحصیل بشم یه رشته آیتی و بعد از اون هم دوباره پذیرش برای مقطع ارشد، ولی این دفعه برای مخابرات تو دانشگاه آلتو، در واقع میشه کامیونیکیشن انجینیرینگ. و همزمان هم که فارغ التحصیل شدم تو همون دانشگاهی که فارغ التحصیل شدم همونجا توی واحد آرندی به عنوان جونیور دیولپر اول وارد شدم و هی مراحل طی شد دیگه، بک اند، فرانت اند و بک اند و فول استک و سولوشن آرکیتکت و آخرین پوزیشن هم اونجا پروژکت منیجر بودم تو واحد آرندی دانشگاه تو قسمت دیجیتالایزیشن. و بعد از اون هم نزدیک 1 سالی الان میشه که توی صنعت اومدم و توی کمپانی تاپ کامپوزیشن سیستمز به عنوان مدیر پروژه سافت‌ور در خدمتتون هستم. خیلی هم عالی. کلی سوال دارم که حالا بعدا یواش یواش ازت میکنم راجع این پروسه‌ای که طی کردی. اتفاقا یکی از بحثایی که من میخوام بکنم. علی جان اگه شما سلام احوال پرسی بکنین، با امیدیم سر بحث هستیم. خواهش میکنم. منم خدمت دوستان عزیز که توی لایو ما این شب تشریف دارن سلام عرض میکنم. آقای محبی هم که افتخار دادن ما از مقطعشون استفاده کنیم.
ماشاءالله چقدر پر انرژی بودن، چقدر پرتلاش بودن که این هم مسیر رو در واقع طی کردم. من خودم یه بار توی مقطع کارشناسی یه رشته دادم از آیتی به مخابرات و فهمیدم که چقدر سخته. شما تقریبا میشه گفته 3 یا 4 بار تقریشته دادید. این خیلی سخته و یه تلاش خیلی خیلی واقعا مضاعفی میخواد. من خودم لمس کردم، واقعا بهتون به پشتکارتون تبریک عرض میکنم. عزیزی نشون میده که شما خیلی انسان پرتلاش و پرپشتکاری هست. واقعا مرتضی جان، من بابت هفته پیش که یه مشکل ناخواسته پیش اومد از دوستان عذرخواهی میکنم که خدمتشون نبودم. سعادتی نصیبم نشد که در خدمتتون باشیم، ولی خب انشاءالله این هفته ما ادامه سمینارها رو که با هم برگزار میکردیم رو در خدمت فرزاد عزیز ادامه خواهیم. خیلی عالی. مرسی فرزاد جان و جان از به قول معروف معرفی و سلام احوال پرسی. من میدونم هم علی هم فرزاد هر دوتا مسیرهای خیلی زیادی رو رفتن، هم به عنوان مهندس، هم به عنوان سولوشن آرشیتکت و در نهایت به عنوان پروژکت منیجر. من میدونم که هر دوتا دارین کار میکنین. کلی سوال من از بچه‌ها گرفتم راجع به پروژکت منیجر و هدف از این وبینار این هست که یه مقدار شما به ما کمک کنین، چون من خودم پروژکت منیجر هیچ وقت نبودم. یه کوچولو فعالیتایی کردم ولی نه مثل شما حرفه‌ای. اینکه یک نفری که میخواد از رشته‌های مختلف، چه رشته آیتی چه غیر آیتی، میدونین که هر چقدر آدم یواش یواش توی کمپانی دارن کار میکنن، یه مقدار که به سمت سینیورتر دارین میری، از شما انتظار دارن که بری به سمت مدیریت و پروژکت منیجر و اینجور چیزا. خواهیم راجع به این قضیه بحث کنیم، ولی قبلش من از هر دوتای شما سوال میخوام بکنم. یه مقدار اگه سوال جواباتون تو د پوینت تر باشه و بتونیم جوابا رو مختصر کنیم، چون سوالا خیلی زیاده. سوال اول اینه که اصلا مدیریت پروژه چیه؟ به چه دردی میخوره؟ توی کدوم پروژه ما نیاز داریم به مدیریت پروژه؟ آیا پروژه‌ای که کامپلکس هست یا پروژه‌ای که بزرگ هست، پروژه‌ای که از یک تعداد بیشتر هست، یا پروژه‌ای که مثلا فرض کن مالتی دیسیپلینری هست، مثلا یه سافتوری، نمیدونم نتورکی، نمیدونم هر چیزی میخواد قاطی بشه. اصلا کی ما پروژکت منیجر نیاز داریم؟ سوال اولم اینه. حالا یه مقدار اینو راجع بهش توضیح بدیم. من سوالای دوم و سوم هم یواش یواش از شما میخوام بپرسم. حالا هر کدوم فکر میکنین که اوکی این راحت شما بفرمایید. بفرمایید شما آقای دیکتور، من بعد از شما میام. من یه مقدمه رو عرض میکنم، بعد فرزاد جان ادامه بدن و اگر نکته دارن لطفا اضافه بفرمایید. ببینید، هر سازمانی یه استراتژی تعیین میکنه. این استراتژی در واقع در قالب یه پروگرام چیز میشه، تدوین میشه. این پروگرام خودش زیر شاخه هایی داره. این زیر شاخه ها در واقع در قالب پروژه ها مطرح میشه. حالا این پروژه ها میتونه در واقع در بخش های مختلف باشه. مثلا اگر شما میخواید یه پل بسازید، برای این پل در واقع شما نیاز هستش که در زمینه های مختلف، در عمرانش، در زمینه مثلا فرض بفرمایید کلیمش، در زمینه نمیدونم پروگرام، در واقع ریسورس منیجمنت، شما در واقع بتونید برنامه‌ریزی داشته باشید. برای هر کدوم از اینا شما نیاز هستش که در واقع یک تیمی رو تشکیل بدید و یه پروژه رو داشته باشید. یعنی هر بخشی از یک پروژه، یک پروگرام میتونه یه پروژه بزرگتر بشه و هر پروژه‌ای در واقع خودش میتونه زیر مجموعه‌های مختلفی داشته باشه. ما در واقع به این شکل در واقع میایم مدیریت پروژه رو تعریف می‌کنیم. از کارهای بزرگ حالا میشکنیم به کارهای کوچکتر و در واقع هر چقدر ما پایین‌تر میایم میشه در واقع اون پروژکت منیجر هم در واقع چیزتر میشه، مسئولیتش کمتر میشه. مثلا اگر یه پروژکت منیجر برای اون پل در نظر بگیریم، شما فرض بفرمایید که اون یه پروژه مدیر پروژه هستش که در واقع به مدیریت سنیور یا در واقع به مدیریت هایی که در واقع به اون پروگرام منیجر جواب میده. بعد حالا اون مدیر پروژه پل هم در واقع مدیریت هایی داره که زیر مجموعش هستن به جواب میدن. کلا ما وقتی که میایم در واقع یک
آغازی به یک تسکی میخوایم شروع کنیم که آغاز پایانی داشته باشه، ما در واقع بهش میگیم یه پروژه یک رویداد موقت هست که یه ارزش و ولیوی رو برای سازمان در واقع تولید میکنه. بنابراین پروژه ها موقت هستن، اهدافی دارن، اهداف مشخصی دارن و مدیر پروژه موظف هستش که در واقع اون اهداف پروژه رو به سرانجام برسونه. حالا من سعی کردم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. خیلی علی آقا پی ام پی و پی ام باک رو سلام. خیلی قشنگ گت تو د پوینت به نظرم همه چیز رو گفتم. فقط من چند تا چیز رو یه ذره لوریترش رو بخوام به قولی بگم. اول اینکه خب ما تقریبا مدیریت پروژه رو در هر در واقع سرویس دلیوری یا اون ارائه سرویس و خدمات و هر پروژه‌ای که محصولی تولید بکنه رو ما خواهیم داشت. در واقع چه ما اون پوزیشن رو با اون اسم مدیریت پروژه داشته باشیم چه نداشته باشیم، در واقع ما اون رول مدیریت پروژه رو یکی بر عهده میگیره و یکی از میشه گفت مدیر پروژه رهبر ارکستری هست که علاوه بر این که سازها رو میشناسه، که حالا من اینجا میتونه سازها زمانبندی پروژه، بودجه بندی پروژه یا بحث اصلا شناخت خود پروژه به صورت کلی، چون این در بحث مدیریت پروژه یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که شما باید دومین اکسپرت باشید. یعنی شما باید تو اون زمینه‌ای که دارید مدیریت پروژه می‌کنید حداقل نالج فنی یا تخصصی اون زمینه رو هم از قبل داشته باشید. یعنی این بسیار کامنه در حداقل کمپانی‌های یه ذره مید لول و به بالا که ببخشید یه ذره تأخیر هست، من دیر شنیدم، معذرت. اگر شما رو استخدام میکنن در واقع از شما از قبل انتظار دارن که شما اون دومینی که دارید توش فعالیت میکنید رو بشناسید به لحاظ فنی، یا کار مهندسی توش کرده باشید، یا به هر حال الان ما مدیریت پروژه در NGO ها و سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق بشر و اینها هم داریم. یعنی اینها هم در قالب پروژه مطرح میشن. حالا لول پورتفولیو پروگرام و پروژه که علی آقا فرمودن به کاری است که تمام میشود در یک نقطه‌ای، به حال منتهای الهی داره و اصولا مدیر پروژه این رهبر ارکستری است که هم نوازنده ها و خواننده ها رو میشناسه و در مقابل سازها رو هم میشناسه. اون سازها قسمت فنی ماجراست و نوازنده و خواننده به نظرم اون ایونت ها یا اون رویدادهای پروژه است که مدیر پروژه میدونه که کی باید اتفاق بیفته، تقدم و تأخر اینها. و یک چیز بسیار مهمی که وظیفه به نظرم اصلی هر مدیر پروژه است، تشخیص ریسک و پیدا کردن راه حلی برای حل کردن اون ریسک و گذر از اون مقطع خطر هست در پروژه ها که بهش میگن کریتیکال پاس. و این بسیار جاییست که اون چالش اصلی مدیریت پروژه توش میخوابه. اونجا ما مدیر پروژه باید استراتژی داشته باشه. خیلی عالی. این توضیحات که دادین منو وادار کرد یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. چرا خیلی از بچه‌هایی که مثلا فرض کن از جونیور وارد میشن به میدیور، بعد از میدیور که وارد میشن به سینیور، خودشون رو سوق میدن به سمت مدیر پروژه؟ رشته راحت تریه یا اینکه مثلا تو این چند سالی که کار کردن نقصایی دیدن که میخوان اونو به قول معروف کاور کنن توی کارهای بعدی که به عهده میگیرن؟ چی باعث شده که بچه‌ها علاقه‌مند بشن؟ بچه‌های رشته خصوص رشته‌های فنی. من همونطوری که گفتی خیلی از پروژکت منیجرها رو که میشناسم، حالا اون پروژکت منیجرهای قدیمی که الان 20 سال 30 سال دارن کار میکنن، نه الان هم با زبون اونها رو خیلی متوجه نمیشیم. ولی الان خیلی از پروژکت منیجرها بچهای فنی هستن، بچه‌ای که اصلا لیسانس و لیسانس دکتراشون رو خوندن، چند سال کار کردن، بعد رفتن خودشون دنبال پروژکت منیجری. لب مطلب اینه که آیا رشته ساده‌ایه؟ آیا میخوان اون چیزایی که نقصایی بود که توی کارهای قبلیشون بود رو سالوش کنن؟ چی باعث میشه خیلی از بچه‌ها به سمت پروژکت منیجری سوق پیدا کنن؟ یا اصلا یه مسیریه که فرض کنید که یک نفر لیسانس گرفت یا فوق لیسانس گرفت بدون تجربه کاری میتواند به سمت پروژکت منیجری برود یا نه؟ بکنم این یک فال اول اگر شروع کنم دوباره ادامه شد. ببینید مرتضی جان، واقعیت قضیه اینه که پروژکت منیجمنت یا شغل پروژکت مدیر پروژه یه شغل
در واقع شغلی هستش که شما باید در حوزه کاری که قرار دارید موقعی که به یک بلوغی میرسید باید این پوزیشن رو قبول کنید. یعنی در واقع فردی که توی پوزیشن مدیریت پروژه قرار میگیره باید برای خودش در واقع یک سابجکت ماتر اکسپرت باشه، یعنی در واقع یک آدمی باشه که توی اون حوزه میتونه حرف اول رو بزنه. این افراد معمولا در واقع میان توی تکنیکال پروژکت منیجمنت ها پوزیشن ها قرار میگیرن. مثلا فرض کنید طرف 10 سال 15 سال تو حوزه تلکام بوده، تو حوزه مثلا موبایل بوده، الان میخواد مثلا رن تکنیکال پروژکت منیجر بشه. خب این میشناسه، این حوزه ها رو میشناسه. شاید خیلی دلشون بخواد در واقع بیان تو حوزه مدیریت پروژه وارد بشن. خب بالاخره اون پرستیژ داره. بعضی از در واقع چون مدیریت یک در واقع لایه واسط هست با سازمان که در واقع استراتژی سازمان در واقع تعیین میشه و مدیران ارشد قرار دارن و پایینتر که در واقع بخش فنی قرار داره. یعنی مدیر پروژه در واقع عملا یک فردی هستش که توی این لایه میانی قرار میگیره. خب بالاخره این یه انگیزه شخصی هم برای افراد ایجاد میکنه. بالاخره امتیازات در واقع عرض کردم شأن اجتماعی داره، امتیازات مالی داره. اینا در واقع چیزایی هستش که خب هر کسی رو سوق میده. ولی واقعا همه میتونن در واقع مدیر پروژه خوبی بشن اگر انجینیر خوبی بودن، اگر تیم لیدر خوبی بودن، اگر میتونستن در واقع کار فنیشون رو بهتر انجام بدن. آیا میتونن؟ به نظر من نه. مدیریت پروژه من خودم چندین سال در واقع این تجربه رو دارم. یعنی از یک انجینیر جونیور شروع کردم تا یک در واقع مدیری که مثلا چند میلیون دلار در واقع در دستم بود، پروژه‌ای که دستم بود باجتشون بود. میخوام تجربه‌ای که خودم در واقع داشتم و چیزی که من خودم فهمیدم اینه که اون بک‌گراند فنی خیلی کمک کننده است، ولی واقعا شغل مدیریت پروژه سخت‌ترین شغلا محسوب میشه. شما به عنوان یک انجینیر مسئولیتت با خودته، یا به عنوان یک تیم لیدر مسئولیت با خود شماست. ولی وقتی که شما به عنوان یک مدیر مطرح میشید، درسته واسط هستی، ولی این ما میگیم در واقع مسئولیتی که یه مدیر پروژه داره با زیردستاش هست، با مدیران همتراز خودش هست، با مدیران بالاتر هست، با کاستومر هست، با استیک‌هولدرهای دیگه هست. اینها در واقع نیازمندی علاوه بر اون بک‌گراند فنی یک نیازمندی کامیونیکیشن داره. یعنی پی ام باک میگه که ما 90% وقتمون در واقع در حوزه کامیونیکیشن توی مدیریت پروژه در واقع صرف میشه. بنابراین مدیر پروژه صرفا کسی که فنی بلد باشه نمیتونه مدیر موفقی بشه، و این که لزوما هر کسی هم که فنی بوده حتما نباید مدیر بشه. شاید یکی از همون اول در واقع وارد بحث‌های بودجه بندی پروژه شده، پلن پروژه رو بلد هستش، میتونه مدیر پروژه موفقی بشه، به شرطی که به اون حوزه آشنایی داشته باشه. خیلی عالی. فرزاد جان، در صحبتی که علی آقا داشتن، ببینید من به نظرم اولا که هر شغلی قطعا یه ابعاد شخصیتی رو میطلبد. یعنی من چه حالا فنی باشه چه پزشکی، حتی مثلا شاید همه لزوما اگر دانش پزشکی هم داشته باشن پزشک خوبی نمیشن، یا اصولا من به این قائل نیستم که شما خیلی باید سینیر باشی تا مدیر پروژه خوبی باشی. از نظر من شخصا تجربه شخصیمو میگم، حالا پرکتیس پی ام باک رو آقای نیکفات بهتر توضیح میدن و من سعی میکنم اون یه ذره خیلی ساده و دانش آموزی ترش رو بگم، طلبی بگم به شما. لزوما این نیست که شما مهندس خوبی باشی به مدیر پروژه، و لزوما هم این شما اگر تمام اسپکت فنی رو بدونی میتونی مدیریت خوبی انجام. نه، واقعا یک بخش اعظمی از مدیریت پروژه و انتخاب این راه
اول یه ذره ایگو زیادی میخواد به نظرم، یعنی این نیست که آدمای با ایگو پایین خیلی راحت باشن. شاید مدیر پروژه خوبی باشن ولی احتمالا خودشون شخصا اذیت میشن و خیلی سریع برن‌اوت میشن به قول خارجی ها، خسته میشن از موضوع. من احساس میکنم که خیلی به شخصیت ربط داره. این که شما مثال جنرال زدی گفتی که بچه‌ها فنی اکثرا میرن سراغ مدیر پروژه، به نظرم بچه‌های فنی ایرانه که اینجوری ما خیلی دوست داریم. آره به نظر ما کریتیسایز کردنمون، نه کریتیکال تینکینگ، کریتیسایز کردنمون همیشه زیاده، آخرش خسته میگیم خودمون بریم درستش کنیم، ولش کن دیگه اینجوری نمیشه. چون این هست من دیدم که خیلی از بچه‌ها، اتفاقا اخیراً یه بحثی رو داشتیم می‌کردیم که چرا یه سری از کشورهای اروپایی تو سیاست‌های دست راستی که الان گرفتن اسپسیفیکلی اسم چند تا کشور رو میارن که ما از اینها نیرو می‌خوایم. خب و ایران تو هیچ کدوم از اینها نیست. من به یکی از بچه‌ها میگفتم خیلی واضح و شفافه، چون از یه سری از کشورها وقتی یه سری نیروی متخصص میان، اصولا این نیروهای متخصص تا سالها تو همون پوزیشنی که استارت میزنن تو همونجا میمونن و خیلی اونجا ماچور میشن، کار سازمان رو راه میندازن و اینا. من کمتر ایرانی رو دیدم که در یک پوزیشن شروع کنه و در همون پوزیشن بمونه عملا. به نظرم همینم حتی الان یک کانسرنی در مهاجرت هست که ما واقعا به عنوان مدیر اگر بخواید مهاجرت کنید یا پوزیشنی مثل مدیریت پروژه، مدیریت برنامه، مدیریت پورتفولیو، تو اینها بخواید واقعا وارد بشید، احتمالاً چانس اولیتون خیلی کمتر هست. دقیقاً موافقم با شما. خیلی عالی. این ببینید من تا جایی که متوجه شدم گفتین که بک‌گراند علمی خیلی خوبی تو اون دامین باید داشته باشن و یک مقدار سافت اسکیل داشته باشن. اگر از شما هم علی هم فرزاد بخوام که 3 تا سافت اسکیلی که توی خودتون دیدین یا پیشنهاد میکنین اگر کسایی که این سافت اسکیل ها رو ندارن وارد پروژکت منیجر بشن، 3 تا خیلی اون تاپ ها رو میدونم که مثلا کامیونیکیشن اسکیل و کریتیکال تینکینگ و فلان اینجور چیزا، اون چیزی که برای خودتون خیلی مهم بوده و فکر کردین که توی پروژکت منیجری از اینا خیلی استفاده کردین، خیلی خوب بودین، یا وقتی که فکر کردین اینا رو دارین رفتین پروژکت منیجر بودین، منیجر شدین، اونا چی میتونن باشن؟ حالا علت این سوال میپرسم اینه که بچه‌ها وقتی که میخوام به سمت پروژکت منیجری برن، اگر اینا رو ندارن یواش یواش شروع کنن روی خود اینا کار کنن، یا اگر فکر میکنن که دارن ببینن که آره یه ابزاری دارن به سمت پروژکت منیجر شدن. ببخشید این فال فرمودین. ببینید من اول که میگم بیاین اول نگاه کنیم که از نظر من همه اینا شخصیه، هیچ کدوم نه پرکتیسه نه استاندارد خاصی داره. از نظر من کسی که واقعا برونگرا نیست نباید وارد این حوزه بشه. یعنی آدم اکستروورت میخواد پروژه و آدمی که اینتروورت درونگراست و یه ذره مثلا شاید سوشال هزیتنس داره، یه ذره دوری از اجتماع داره، به نظرم شاید خوب نیست. مثلا من داشتم همکاری که سالها بود ما توی یه جایی با هم کار میکردیم، اصولا ایشون بیشتر از من الیجیبل بود به لحاظ سنوات کاری که بره مدیریت پروژه بکنه. من یه بار باهاش صحبت کردم، گفت فلانی من هر دفعه‌ای که ما جمعمون از 5 نفر بیشتر میشه کف دستم عرق میکنه و اصلا اونجا نمیتونم بشینم. تو انتظار داری بعد من بیام به 20 نفر آدم بگم چیکار کنید؟ نه نمیکنم این کارو. یه ذره این شخصیت رو باید واقعا چیز کنیم. لزوما این نیست خوب یا بد نداره که به هر حال هر کدومشون میتونن در یک رولی خیلی موفق و درخشان باشن. یه بخشش خیلی چیز شخصیتیه، ولی اون 3 تا اسکیل رو بخوام من اسم ببرم بر اساس تجربه شخصی، یعنی یه سریاش رو بعدها فهمیدم که به درد بعد مثلا نبودم توش. اولینش که ارتباطاته، یعنی شما علاوه بر این که بتونید اون ارتباط رو با افراد، مخصوصا تیم دیولپمنت پروژه، یعنی اون افرادی که قراره شما بهشون اوردر بدید، لزوما شما بهشون دستور نمیدید ولی اوردر میدید، درخواست میدید که چه چیزی باید که اتفاق بیفته، این که شما بتونید اون ارتباط رو با اونها ایجاد بکنید و مهمتر از ایجادش بتونید اون ارتباط رو حفظ بکنید، به حدی که یه جاهایی به هر حال در هر پروژه پیش میاد که یه قسمتی از پروژه دچار مشکلی میشه که این افراد باید شما رو با من مدیر ساپورتتون کنن که شما بتونی پروژه رو ببری جلو. اینجا واقعا اون ارزش ارتباط گیریه و ارتباط داشتنه و مینتین کردن اون ارتباط بسیار مهمه. یعنی واقعا حفظ ارتباط یه ذره عین رفیق پیدا کردنه به نظرم.
که شما باید بتونی حفظش کنی. نکته دومی که بسیار به نظرم مهمه در مدیریت پروژه، یعنی میتونم بگم مهمترین نشانه یک مدیر پروژه خوب این هست که به صورت مشمئز کننده ای صادق باشه. یعنی اگر شما در مدیریت پروژه، مخصوصا اگر پروژهتون از یک اسکیل یا علی‌ها فهمیدن از میلیون دلارها میزنه بالاتر، اگر واقعا صداقت نباشد، عملا شما در یک جای در پروژه به مشکل عظیمی خواهید خورد. و مدیریت پروژه میتونم بگم جزو اون کاراست که شما تا آخر پروژه احتمال اخراجت خیلی زیاده. اینکه یه سوال، اینکه میگه صداقت داشته باشی، من گاهی وقتا مثلا میبینم که مدیر پروژه ها یا اون پروداکت اونرها که از یه طرف با تیم دارن کار میکنن، از یه طرف با بیزینس یا کلاینت دارن کار میکنن، خیلی هم صادق نیستن. مثلا به اون طرف میگن ما داریم کارو انجام میدیم، این ور اصلا شروع نکردن. این صداقت رو کجا دارید تعریف میکنید؟ منظورت چیه؟ سازمانی میتونم بگم مرتضی، یعنی در داخل تیم پروژه شما باید به صورت کاملا شفاف رفتار کنید. یعنی پنهانکاری، دروغ گفتن، اینها واقعا سم مدیریت پروژه است از نظر من، چون خیلی خیلی سریع معلوم میشه در مدیریت. این چیزی نیست که کسی بتونه با خودش بکشونه این رو. یعنی به نظر من جزو المان هاست. و یه چیزی هم بهتون بگم، اصولا این نیست که آدم ها بخوان دروغ بگن دیگه. همه آدم ها میخوان صادق باشن و همه اکثرا صادق. شاید اصلا مدیر پروژه‌ای که باید صادق باشه اصولا در شاید زندگی شخصیش اونقدر آدم صادقی نیست. ولی در مدیریت پروژه باید این رو داشته باشه و از عدم شرم از این صداقت. یعنی اینکه مثلا پروژه به هر حال همیشه این اتفاق میفته، حتی در پروژه کوچیک هم یه جای مشکل پیش میاد. این مشکل به رپیوتیشن، به اون اعتبار شخصی شما به عنوان مدیر پروژه قراره که ضربه بزنه. و خب همه هم میدونن که اگر یه جایی یه مشکلی پیش اومد، قطعا درست کردنش و دوباره برگشتن به اون سطح اعتباره خودش خب زمان میبره و ممکنه که حتما هیچ وقت هم اتفاق نیفته. قبول کردن این ورست کیس سناریو در مدیریت پروژه به نظرم جزو توانایی‌های شخصیتی یک فرد هست که باید داشته باشه. و در نهایت هم به نظر مدیر پروژه باید آدم با پشتکاری باشه، چون اصلا مدیریت پروژه کار 9 to 5 نیست. یعنی شما شروع کنی 5 بعد از ظهر بگی خداحافظ، همچین چیزی وجود ندارد. مخصوصا اگر وارد اسکیل حالا مثلا گلوبال بشیم دیگه. مثلا الان ما توی کمپانی توی 5 تا قاره آفیس داریم و یه بخشی از هر پروژه‌ای یه بخشی ازش توی یکی از این آفیس هست و عملا شما ممکنه که تایم‌های مثلا 3 صبح جلسه داشته باشید با تیم دیگه کار. تعداد زیادی از آدم‌ها اصلا این کامفورت رو نمیخوان از دست بدن. یه ذره به نظرم باید آدم دیوانه باشه توی این مسئله، اون دیوانگی از منظر مثبتش رو که بخواد قبول کنه. یعنی شما این سه تا المان به نظرم جزو اصلی هاست: ارتباط، اعتماد به نفس در داشتن صداقت و در نهایت اینکه بخواید از کامفورت زونتون بیرون باشید و 24 ساعته روی چیزی فوکوس باشین. یه جاهای حتی شما آف هم هستید ولی باید درگیری استراتژیک پروژه بالاست که شما در حین خوابیدن هم دارید بهش فکر میکنید. خیلی هم عالی. نکات خوبی بود که این بچه‌ها باید دقت کنن. من خودم حالا شاید بعدا دقت کنم که واقعا اینا رو دارم به سمت پروژه منیجری برم یا نه، که احتمالا ندارم من خودم. علی جان شما؟ یه مقدمه کوچولویی اضافه کنم به فرمایش فرزاد جان، بعد جواب خودم عرض میکنم، البته با توجه به تجربه که داشتم. ببینید همیشه متاسفانه توی ایران خب بچه‌ها همون فرمایش شما فرزاد جان هم تاکید کردن، بچه‌ها یه ذره که میره جلو میرن دنبال پوزیشن های مدیریت پروژه. من خاطرم از وقتی من اینجا تو انگلیس مشغول شدم، مدیر ما در واقع مدیر سابق من به محضی که مدیر شد یه 2 ماه شغلش ادامه داد، بعد از شرکت رفت. پرسیدیم دلیلش چیه؟ گفت من نمیتونم مدیریت پروژه انجام بدم، من در واقع نمیتونم، اینقدر درگیریم زیاد شده به زندگیم برسم. یعنی در واقع همون فرمایشی که فرزاد جان فرمودن، مدیر پروژه پشتکار میکنه. اولین چیزی که توی مدیریت پروژه به نظر من مهمه از خودگذشتگیه. مدیر پروژه باید بتواند منافع سازمانش، منافع تیمش رو بر منافع شخصی خودش ترجیح بده. شاید توی تیمش افرادی باشن که اصلا ازش خوشش نمیاد، اصلا افراد باشه
در واقع پرسونالیتی خیلی خوبی نداشته باشن، ولی کار را بنداز باشه. مدیر باید بتونه در واقع روی خواسته های شخصی خودش پا بذاره به خاطر سازمان، به خاطر پروژه و اون کار انجام بده. پس به نظر من اولین مسئله از خودگذشتگی هستش که مدیر باید داشته باشه. مدیر اگر از خودگذشتگی نداشته باشه واقعا نمیتونه کانفلیکت هایی که بین خودش و پروژه های دیگه ایجاد میشه یا با مدیران بالادست یا با کاستومر ایجاد میشه نمیتونه اینا رو رزالو کنه. مدیر بایستی در واقع هم از خودگذشتگی داشته باشه، هم در کنار این باید شجاعت هم داشته باشه. شجاعت کجا به درد مدیر میخوره؟ شجاعت اونجا به درد مدیر میخوره علاوه بر این که ببینین مدیر، ما توی ایران مدیر رو بد معنی میکنیم. مدیر میگه آقا فقط دستور میده. مدیر باید بتونه لید کنه. لید کردن، رهبری کردن، هدایت کردن با مدیریت فرق میکنه. متاسفانه مدیران ما یاد گرفتن فقط دستور میدن و چون ابزاری مثلا مزد کارگر، کارمند دستشون هست، هر کاری که فکر میکنن میتونن انجام بدن، ولی در واقع اولین ضربه رو خودشون وارد میکنن. مدیر در واقع باید بلد باشه که در واقع تیم رو لید کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در اون بزنگاه ها، اون جاهایی که پروژه با محدودیت زمان در واقع چیز هست، روبرو میشه، اگر نتونه یه تیم اون مقبولیت رو ایجاد کرده باشه که مسئله اولش همون بحث از خودگذشتگی هست که در واقع نمیتونه پروژه رو از اونجا در واقع از اون وضعیت، از اون باطلاق نجات بده. ببینید انگلیسی‌ها ضرب المثل خیلی خوبی دارن، میگن تو میتونی یه اسب رو، حالا این ضرب المثل من عذرخواهی میکنم، بزنی تو آب در واقع، ولی نمیتونی به اجبار بهش آب بخورونی. ببین چی عرض میکنی؟ یه ضرب المثل، من عذرخواهی میکنم این استفاده کردم. منظور این که توی مدیریت پروژه شما نمیتونی افراد رو در واقع، شاید بتونی دستور بدی، ولی یه جایی که در واقع نیاز به حمایتشون داری، اگر اون در واقع اون محبوبیت و اون از خود گذشتگی رو نداشته باشه نمیتونه انجام بده. حالا کجا شجاعت داشته باشه؟ اون جایی که در واقع بتونه از تیمش در برابر افراد دیگه، تیم‌های دیگه‌ای که هی در واقع میان تسک اضافه میکنن. مدیر پروژه هدف داره، هدفش اینه که اون پروژه رو طبق اون مایلستون هایی که داره به سرانجام برسونه. هر پروژه یه تغییری در سازمان ایجاد میکنه. این تغییر برای افرادی که دخیل در پروژه نیستن دردناکه. منی که دارم یه 5G رو اندازه میکنم، تیم نگهداری 4G از من میترسه، چون میگه فردا من اگه یاد نگیرم منو میذارن کنار. 2G از من میترسه. بنابراین این هی کانفلیکت ایجاد میکنه، هی در واقع میاد توی کار من دخالت میکنه، مدیرش میاد یه تسک اضافه میکنه به تیم من باید شجاعتشو داشته باشم، جایی در واقع بگم که آقا شما نمیتونی این تسک رو بیاری. یا مثلا جایی اگر یه زمانی حقوق افراد تیم دچار ضربه میشه، باید بتونه در برابر مدیر بالادست، در برابر افراد دیگه ازش حمایت کنه. مدیر باید بتونه در واقع این شجاعت رو داشته باشه که از پلنش، از پروگرسش در جلوی کاستومر، با توجه به اینکه کاستومر رو توی مدیریت میگن خدا هستش، توی مدیریت پروژه کاستومر میگن کاستومر خداست، و بتونه در واقع از تیمش، از پروگرسش دفاع کنه. اگر واقعا از پروژه عقب هست باید بتونه در واقع نگه که من هیچ کاری نکردم، اما صداقت رو به کار ببره، ولی با پلن بره جلو، بگی من چرا، با شجاعت بگی من چه مشکلی داشتم. این دو تا مسئله هست، یکی شجاعت، پس یکی هم چیزه. این شجاعت باز برمیگرده زمانی که شما نیاز داری توی تیم، اونقدر در واقع باید توی تیم مقبولیت داشته باشی و در واقع تسلط داشته باشی که بتونی در واقع اگر لازم شد توی تیم هم هدایت کنه. اون شجاعت اون جایی هستش که شما شاید توی تیم خیلی یه کارهایی میکنه که اصلا در هدف پروژه نیست، شما بایستی بتونی تیم رو هدایت کنی تو اون مسیری که اهداف پروژه هست. این دو تا مورد. و آخر موردی که به نظر من خیلی مهم هستش، بحث هوش هیجانیه. هوش هیجانی ما بریم در موردش هزاران کتاب نوشته شده و
خیلی هم بهش پرداختم و هر چقدر هم بهش پرداخته بشه به نظر من در واقع کمی. هوش هیجانی این هستش که من در مواقع حساس چجوری بتونم شخص خودم رو کنترل کنم که به افراد اولا به خودم تمرکز خودم رو به هم نزنه. خب شاید یه مسئله شخصی پیش اومده یا هر چیزی، بعد تمرکز تیم رو به هم نزنه. این میشه بعد دوم. بعد سوم اینه که دیگران رو بتونم چجوری در واقع در مواقع حساس کنترل کنم، مدیریت کنم که این مدیریت در واقع مشکلی که از طرف دیگران به وجود اومده پروژه منو دچار آسیب نکنه. این میشه هوش هیجانی. اینجاست که مدیر پروژه بایستی در واقع اگر با مدیرش دعوا شده یا با کسی دیگه دعوا شده نیاد سر تیم داد بزنه، یا مثلا اگر توی یه جایی کاستمر بهش فشار آورده نیاد تیم رو اذیت کنه. اینا چیزایی هستش که به نظر من پس هوش هیجانی هست. اینکه خودش چجوری هیجانات خودش رو کنترل کنه، هیجانات افراد تیم رو کنترل کنه، هیجانات افرادی که از خارج تیم در واقع به تیم فشار وارد میکنه این رو کنترل کنه. اینو من یکی عرض کردم، یکی بحث همون بحث شجاعت عرض کردم خدمتتون و یکی هم در واقع بحث خیلی عالی. پس اگر من بخوام خلاصه کنم، یک مدیر پروژه موفق تا اینجا صحبت ما اینه که یک دامین اکسپرت خیلی خوب باشه، کلا پروژه رو بتونه خوب ببینه و 6 تا سافت اسکیل شما شمردین. اینکه کامیونیکیشن اسکیل خیلی خوب داشته باشه، کریتیکال تینکینگ باشه، شجاعت داشته باشه، هوش هیجانی داشته باشه، هانست باشه و پشتکار خیلی خوبی داشته باشه. حالا فرض کنید که بچه‌ها همه اینا رو دارن. یه سری بچه‌ها سعی کردن مثلا تو این ویدیو یا مثلا حالا از سورس‌های مختلف متوجه شدن که بله اینا رو دارن، ولی خب اینها در واقع ریکوایرمنت های وارد پروژکت منیجر شدن هست. ولی می‌دونیم که پروژکت منیجر به عنوان یک نالج هست، یک علم هست. چجوری این علم رو بچه‌ها باید یاد بگیرن؟ چه استپ‌هایی رو باید برن؟ چه دوره‌هایی رو باید برن؟ اصلا از کجا باید شروع کنن؟ یکی این قضیه. و قبل از اینکه اینو توضیح بدین خیلی خلاصه در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه پروژکت منیجر کجای این اجایل کار کردن هست؟ ما توی اجایل و اسکرام یه سری آدم داریم به اسم تیم، یه دونه اسکرام مستر داریم، یه دونه پروداکت اونر داریم و اونورم به قول معروف مشتری و کاستمر هست. یک اینکه پروژکت منیجر کجای این قضیه است خیلی خلاصه. دو اینکه پروژکت منیجر علاوه بر اینکه این ریکوایرمنت ها رو باید داشته باشیم یه نالجی رو باید بتونیم کسب کنیم. این نالج رو چجوری بچه‌ها میتونن یاد بگیرن؟ آیا سورسی هست؟ یک، دوره‌ای هست؟ دو، و اینکه اصلا چه مراحلی از بچه‌ها باید طی کنن؟ آینی با شما باش میکنم. ببینید مدیریت خود شخصا مدیریت پروژه خودش یه سری تکنیکه. صرفا اگر به خود مدیریت پروژه نگاه کنیم، مدیر پروژه میاد بر اساس اون تکنیک هایی که هست در واقع یه پروژه رو طراحی میکنه، مدیریت میکنه و میره جلو. ولی این صرفا در واقع یه مدیریت پروژه بخش شاید بگیم 70% 80% کارش لیده، در واقع رهبریه. اون رهبری هستش که خودش در واقع میدونه مرتضی قبلا ما توی چند سال قبل کسی در واقع به بحث لیدرشپ نمیپرداخت توی مدیریت. این بعداً در واقع مطرح شد توی خود PMI که در واقع یه سازمان دیگه مطرح هستش در حوزه در واقع مدیریت پروژه، اومد گفت که در واقع یک سر این مدیریت پروژه همون بحث پیپل هست، مردم هست. اون بحث در واقع لیدرشپ هست که باید انجام بشه. بنابراین مدیریت پروژه رو من اگر بخوام چیز کنم با شاید 30% مدیریت پروژه تکنیک باشه. تکنیکی که مثلا رو کاغذ شما باید بتونی در واقع پروژه رو پلن کنی، ریسکش رو ببینی، نمیدونم اجراش کنی، نمیدونم و الی آخر. ولی اون 70%ش لیدرشپه. لیدرشپ سافت اسکیله. لیدرشپ در واقع یکی از همون بحث هایی که توی لیدرشپ مطرح هست کنترل هوش هیجانی هست، کانفلیکت رزولوشن هست، نمیدونم مواردی از این قبیل هست. یعنی یک مدیر پروژه
بایستی لیدرشپ بلد باشه. لیدرشپ یک شبه به دست نمیاد. لیدرشپ در واقع علاوه بر اینکه فرد باید مطالعه کنه، علاوه بر اینکه در واقع دانش خودش رو ببره بالا، باید تجربه هم کسب کنی. یعنی در واقع تو حوزه کار قرار بگیره، توی محیط کار قرار بگیره، بعد یاد بگیره. یعنی اینجوری نیستش که من در واقع فکر کنم که خب من میدونم پس کامیونیکیشن خوبه، ولی خب خود کامیونیکیشن در واقع این که مثلا فرض بفرمایید شما وارد یک جای شدید که اصلا هیچ کس رو نمیشناسید، هیچ نقطه مشترکی هم ندارید، خب چجوری میخواید کامیونیکیشن برقرار کنید؟ اینه که در واقع اینها تجربتاً هست. یعنی ما اگر بخوایم مدیریت پروژه رو تقسیم کنیم، اون بحث سافت اسکیلش واقعا زمان بره. به نظر من فرضاً بحث همون سافت اسکیل خیلی تعیین کننده است توی موفق بودن یک مدیر. بحث هارد اسکیل، بحثایی که مثلا شما بلد باشه پروژه رو چجوری پلن کنی، شاید مثلا توی آموزش خیلی کوتاه به دست بیاد، با یه مدرک پی ام بی گرفتن به دست بیاد یا یه مدرک دیگه. ولی واقعا این که شما بیای این سافت اسکیل رو بیاری رو کاغذ اجرا کنی اصلا چیز نمیشه. اصلا به این سادگی نیست. شما وارد یک تیمی میشی، اصلا توی 8 نفر تیم 7 نفر شما رو قبول ندارن. خب اینو باید بتونی منیج کنی، نمیتونه 7 نفر اخراج کنی. اینو چه عرض میکنم، این بحثای تو این دوره هایی که الان قرار اسمشو ببریم، آیا به اینا هم پرداخته میشه؟ اگر این کامیونیکیشن اسکیل رو نداریم باید چیکار کنیم؟ ببینید یه مقدار راجع به این دوره‌ها صحبت کنیم. دوره هایی که توی ایران برگزار میشه دوره های خیلی قوی هستش. مثلا دوره مدیریت پروژه، بحث پی ام پی در واقع جزء تاپ ترین مدارک مدیریت پروژه توی دنیا هستش. خب یعنی تاپ ترین این مدرک تاپ ترین مدرک هستش. ولی واقعیت قضیه اینه که مرتضی، من خودم الان پی ام پی دارم و خدمت شما عرض کنم که این مدرک توی این ور خودت بهتر از من میدونی و اندازه 1 ریال ارزش نداره اگر تجربه نداشته باشه، اگر کامیونیکیشن نداشته باشه. ببینید اینو من چند بار توی لایف های قبلی هم عرض کردم. اینجا چون پول خیلی سخت به دست میاد، شرکت ها، سازمان ها برای پنی این پول ارزش قائلن. بنابراین کسی که کامیونیکیشن خوبی نداشته باشه نمیان یه پروژه رو به دست بیارن. مدیریت پروژه یعنی چی؟ مدیریت پروژه بودجه دستش هست، اون باجت پروژه رو نمیارن در اختیار کسی بدن که نمیتونه با کسان دیگه تجربه داشته باشه. اینا ترجیح میدن از کسای انتخاب کنن مدیر پروژه رو که مرتضی از خود اون سازمان باشه یا اگر نشد از خود اون حوزه باشه. این تجربه هستش که در واقع چیز میکنم و چندین سال زحمت میکشم اون افراد رو توی سازمان پرورش میدن. مدیریت پروژه، ببینید الان من خودم توی شرکتی کار میکنم که هم کار سافت‌ور داره انجام میده، هم در واقع کار هاردور داره انجام میده. مدیر پروژه ما 2 تا بحث داریم دیگه، یه بحث اجایل هست، یه بحث در واقع واترفال هست. واترفال پروژه ها قدیمی رو ما میگیم که توی اون پی ام باک 6 هم خیلی بهش پرداخته شده بود، نالجاری یا اریاهای مختلفی داشت. در واقع مدیر پروژه میاد یه پروژه رو از اول پلن میکنه تا آخر، در واقع چون تغییرات توی پروژه خیلی کم هستش میتونه در واقع پیش بینی ها رو تا حدودی انجام بده. پروژه رو پلن میکنه، اگر مثلا نیاز به تغییر در اجرای پروژه دید در واقع درخواست چنج میکنه. این میشه پروژه های واترفال. بعد پروژه هایی که مثل پروژه ساختمانی، مثل پروژه راهسازی، خب کوه که نمیخواد عوض بشه، این کوه رو در واقع میخواد ازش این راه رو رد کنه دیگه. ولی برای پروژه های مثل سافت‌ور، پروژه هایی که نرم افزار هست، پروژه های آیتی، چون تغییرات زیاد هست نیاز هستش که در واقع ما فیدبک های سریعتری رو از کاستومر بگیریم. بنابراین میان پروژه های اجایل رو تعریف میکنم. پروژه های اجایل در واقع بخش اعظمی از پروژه های آیتی رو تشکیل میده، نه همه پروژه ها رو. من بخوام پروژه های اجایل هم الان دقیقاً جدیداً دچار تغییرات اساسی شده. مثلا ما قبلا پروژه های اجایل رو می اومدیم
در قالب اسکرام مستر تیم های اسکرام میچیدیم، بعد میگفتیم اسکرام در اسکرام مثلا اینا رو مدیریت میکردیم. ولی بعدا دیدن نه، کنار گذاشتن این که مثلا ما مدیر پروژه رو کنار بذاریم اینجوری نیست. اومدن پروژه ها رو به صورت در واقع هیبرید بردن جلو. یعنی چی؟ فکر کنم یه مقدار داریم خارج میشیم. حالا من خیلی میدونم حالا مثلا اینا هم خیلی مرتبطه، ولی اگر فوکوس کنیم روی پروژکت منیجری صحبت کردیم که این نیست که چون زمانمون کوتاه، یه سری سوالام هست، میخوام ببینم که این دوره هایی که باید بچه‌ها برن رو یه مقدار راجع‌مون بیشتر صحبت من عرض می‌کنم اون چیزی که می‌خواستم به همون برسم. مدیر پروژه میشه در واقع، میخواستم اینو بگم، وقتی که ما در مورد یه پروژه صحبت میکنیم، پروژه ها رو الان هیبرید تعریف میکنن، در واقع به صورتی که یه بخشی از پروژه، بخشی که قابل پیش بینی هست، به صورت در واقع واترفال تعریف میشه. جاهایی که تغییرات زیاد هست در قالب پروژه های اجایل اینا رو میبرن جلو. الان ما در واقع اینجا خیلی اینا رو میبینیم. حالا بحث های پیش اومده به اسم مثلا اجایل به اضافه واترفال، بهش میگن وجایل، و اینکه از تکنیک های مختلف استفاده میکنه. کسی که میخواد وارد حوزه مدیریت بشه، به نظر من باید تو حوزه خودش، بحث کردیم، نالج کافی رو داشته باشه. بعد در رابطه با در واقع پلن کردن پروژه آشنایی داشته باشه، یعنی در واقع بتونه یه پروژه رو پلن کنه. بعد توی مراحل بعدی میتونه توی بحث‌های مربوط به حالا مثلا PMP شرکت کنه، یه مدرک PMP داشته باشه. مدرک PMP هم بحث‌های مربوط به واترفال رو کامل پوشش میده، هم اجایل رو کامل پوشش میده، هم خدمت شما عرض کنم که پیپل رو پوشش میده. خب در کنار این خب یه تعداد میرم مثلا مثل من در کنار PMP میرم مثلا مدرک اسکرام میگیرن، یا مثلا یه میرم بحث‌های کامبان رو پیگیری میکنن، یا مثلا سیف رو میرن پیگیری میکنن. سیف هم یه در واقع مدرک اجایل داخل سازمانی، در واقع در شکل یک سازمان اجایل هستش. کلا بحث ترانسفورم تو اجایل اینا رو بحث میکنه. و چیزی که میخواستم یه لحظه از ذهنم رفت اینه که در واقع این مراحل رو در واقع نیاز هستش که کسی که میخواد وارد حوزه مدیریت پروژه بشه باید این مدارک رو طی کنه. خیلی عالی. فرزاد جان شما؟ من یه نکته میخواستم بگم، اونم اینه که عذرخواهی میکنم، حتما دوره‌های لیدرشپ رو به صورت تخصصی باید کسی که میخواد مدیر موفقی بشه به نظر من باید در کنار اینها ببره جلو. ممنون. عرض کنم خدمت شما، من چون علی آقا تقریبا اکثر اون موارد جانبی رو گفت که تو the point، تو اون مسئله‌ای که شما فرمودین در مورد مدارک، ما در حوزه مدیریت پروژه مدارک بسیار مختلفی داریم، ولی خب مثل تافل و آیلتس در واقع میمونه این مدارک رو گرفتن. ورژن آمریکایی و اروپایی و این داستان‌ها وجود داره. ما پرینس 2 رو داریم، جزو پرکتیس های سنگین مدیریت پروژه است، در واقع توی اینترپرایز لول اجرا میشه، بیشتر نمیان توی مثلا در واقع SME ها یا مید لول کامپانی و اینا بخوان اجراش کنن. باز دوباره تو اینترپرایز هم بستگی داره به اون نیچر کاری که دارن انجام میدن. بعد چه خوشحالم که اینجا همه تخصصی هم میشه این انگلیسی حرف زد، کسی با آدم نگی که آقا رو 2 روز رفتین زبونتون عوض شده. بستگی واقعا به نیچر پروژه داره که شما چه پرکتیسی رو در واقع انتخاب کنید. به نظر من کسی که بخواد شروع کنه، بهترین مدرکی که میتونه بگیره PMP یا IPMA، یعنی یکی از این دوتا بهترین مدرکی که میتونه بگیره برای شروع مدیریت پروژه. توی ایران اجرا میشه و قابل مدرکش هم چند تا مجموعه اجرا میکنن، چند نفر من دیدم خودشون کلاس میذارن و اینها. ولی خب ما در ایران یک مجموعه هست به اسم، حالا اسمش اجازه است ببرم، آره چون از که اونها خیلی جدی هستن، تخصصی روی موضوع آموزش های حوزه PMI در واقع پراجکت منیجمنت اینستیتوشن آمریکا دارن کار میکنن و خیلی هم
تقریبا من خودم هم همون شرکت کردم دفعه اول. ولی خب یه نکته‌ای که وجود داره فقط اینو می‌خواستم اشاره کنم توی اون سافت اسکیلا. من زمانی که پی ام پی رو شروع کردم دوره رو گذروندن، هر جلسه‌ای که تمام شد برگشتم و خانمم اکثرا خب همراه هم بودن تو اون تایم کلاس و اینا بود، هر دفعه که تمام شد برگشتم خانم گفتم چه جالب، من تو زندگی شخصیم دارم همین کارو میکنم. و واقعا حالا جدا از اینکه کسی بخواد مدیر پروژه بشه یا نه، من اکیداً به صورت به لحاظ مهندسی و فنی توصیه میکنم که آدما اگر کپاسیتی و بندویسش رو دارن که همچین دوره‌ای رو بگذرونن، فارغ از اینکه بخوان این رول رو بگیرن یا نه، به نظر من دوره بسیار با ارزشیه. چقدر زمان میبره؟ چقدر بستگی داره، فست و چیز داره دیگه، حالا بستگی داره چه حجمی از کلاس رو برگزار کنن. ولی حالا خارج از خود دوره مطالعه شخصی هم افراد میتونن بکنن. در واقع متدی داره به اسم پی ام باک، Project Management Body of Knowledge. شما الان کتابش خود پی ام آی داره، در واقع تو سایتش قابل خریداریه، چپترهای مختلف تو کشورهای مختلف رو ارائه میدن. شما میتونی بگیری و خودت مطالعه کنی. یه ذره حجمش زیاد، نزدیک فکر کنم 1200 صفحه است. فقط پی ام باک نیست فرزاد جان، کتابای دیگه هم هستش که، ولی خب مؤسساتی که توی ایران هستن اینا رو جمع آوری میکنن در قالب یک فایل، یک کورس. تو حوزه پی ام پی در واقع ریتا و پی ام باک، خود پی ام باک گاید، دو تا مرجعی هستن که شما باید مطالعه کنید اصولا برای خود آزمون. ولی خب سیف یکی از مدارکی که علی آقا فرمودن، باز دوباره ما پرینس رو هم عرض کردم داریم، پی ام پی رو داریم در این حوزه. ولی خب یه سوالی شما پرسیدی، من به نظر من یه نکته دارم بهش اضافه کنم. گفتی که نقش مدیر پروژه در پرکتیس اجایل چیه؟ به نظرم مدیر پروژه وصله ناجور پرکتیس اجایل. یعنی هیچ جایی در هیچ کدوم از تخصص‌های اون اجایل مانیفستو، در واقع هیچ کدوم از رول‌های اجایل مانیفستو ما چیزی به اسم پروژه منیجر نداریم. ولی همونجوری که علی آقا گفتم، بعد از چندین سال پرکتیس این اجایل مانیفستو به این نتیجه رسیده شده که حضور رول مدیریت پروژه در واقع ایجاد ارتباط و میانجیگری بین در واقع روندهای مختلف پروژه، خب ایونت های مختلف پروژه، روندها مثلا میگم اهم از باجتینگ، اسکیجولینگ، ریسورس منیجمنت پروژه اولیو اضافه میکنه. ولی خب مجموعه هایی هم هستن که اومدن بر اساس تفاوت هایی که دیدن و نیازهای خودشون اومدن اجایل پرکتیس های خودشون رو دیولپ کردن. یک جالبش شرکت اسپاتیفایه. شرکت اسپاتیفای اجایل پرکتیسی رو انجام داده که الان اصلا به اسم خودشونه. در واقع ما در متدهای در واقع فریم ورک های اجایل، فریم ورک های متد اجایل ما چیز رو داریم، اسپاتیفای رو داریم که خودش یه پرکتیسیه. و تقریبا من تا به امروز، تا به این لحظه شخصا تجربه شخصی ندیدم هیچ شرکت اجایل رو به صورت کامل اجرا بکنه یا مدیریت پروژه رو به حالت واترفال کامل اجرا بکنه در حوزه تکنولوژی، چه آی سی تی بهتره. ولی خب قطعا در حوزه سیویل، در حوزه مرین، در حوزه مثلا در واقع هوانوردی و اینها، خب واترفال جزو چیزهایی است که اجرا میشه. ولی در حوزه تکنولوژی چون سرعت پیشرفت و تغییرات خیلی زیاده و اون قسمت مهم پرکتیس اجایل برای مدیریت پروژه هم ایتریشنال دلیوری، در واقع ایتریتیو دلیوری. ما پروژه در قسمت‌های تقسیم به قسمت کوچیکی می‌کنیم که می‌شود برسه به دست مشتری، خب تست کنه و فیدبک بده. حالا اون مشتری میتونه داخل سازمان یا بیرون از سازمان باشه. اون قسمت اجایل رو همه حفظ می‌کنن چون واقعا به نظر ارزشمندترین قسمت اجایل. ولی در حوزه لیدرشیپش که حالا مثلا خود اجایل پروداکت اونر و اسکرام مستر هست، بعضی شرکت‌ها همه این رول پروداکت اونر و اسکرام مستر رو میدن به مدیر پروژه. برای همینه که به نظرم تو پی ام باک 7 اومدن این رو کامل اضافه کردن که این خیلی مهمه که مدیر پروژه پرکتیس اجایل رو کامل بشناسه. خیلی هم عالی. ما 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من 2 دقیقه رو نگه می‌دارم برای خداحافظی و به قول معروف جنبندی اینا. یه سوال کوتاه و اگر که خیلی تو پوینتر جواب بدین خیلی عالی میشه. یک کسی که میخواد شغل پروژکت منیجری رو بگیره و کارش رسیده به اینترویو، چی باید از خودش نشون بده؟ بگه که من تکنیکالی اینو بلدم، این مدرک رو دارم، خیلی نالج اینو دارم، یا به قول خیلی صحبت کردیم و علی هم گفت، شما اشاره کردین که من لیدر خوبیم، سافت اسکیل خوبی دارم، کامیونیکیشن خوبی دارم،
چی باعث میشه که از اون اینترویو یک آفر پروژکت منیجری به شما داده بشه؟ وزن نالج بیشتره یا وزن سافت اسکیل بیشتره یا هر دو؟ علی آقا شما بگین من ادامهش. من تجربه خودم بگم. آره. من توی یکی از پروژه ها برای یه پوزیشن توی انگلیس اپلای کرده بودم، تمام مراحل رو رفتم. بعد توی اون مصاحبه که داشتم با 2 تا از مدیرای ارشد من مصاحبه داشتم، یعنی کامپتنسی رو هم که رد کرده بودم. اون آخرین مرحله بود. یکی مدیر عامل خود شرکت بود، یکی هم در واقع رئیس هیئت مدیره بود. ما با هم صحبت کردیم. من در مورد شرکت و همیشه گفتم اینو برید در مورد شرکت خیلی بخونید و اینا. من در مورد شرکت خونده بودم، پارتنراش خونده بودم و پارتنرهای اقتصادیش، پروداکتش خونده بودم. خیلی هم چیز بودم، یه ارائه‌ای هم بهشون دادم، خیلی لذت بردم. 1 دقیقه جمع کن علی، چون وقت 30 ثانیه جمع میکنم. اینا مرتضی جان توی پروژه یه چند تا چالش جلوی من گذاشتم و بعدن که فیدبک دادن که من ریجکت شدم برای این، گفتم وقتی که بحث چالشی میشد شما کامیونیکیشن دچار تعلل میشد، کامیونیکیشن دچار اشکال میشد. خیلی ساده عرض میکنم و به خاطر من ریجکت شدم. تجربه خودم عرض میکنم. یعنی برای سافت اسکیل به نظر من خیلی اهمیت میدن. سافت اسکیل توی مصاحبه بیشتر از تکنیکال بود به نظره. آره. من خودم میخوام میگم کامیونیکیشن، اونم گفتن بعضی وقتا دچار اشکال میشد. منم تجربه شخصیم همینه که سافت اسکیل اصل ماجراست وقتی که دارن اینترویو میکنن و دقیقا همون مدلی که علی آقا فرمودن سناریو میذارن جلوتون و میگن شما در فکر کنید یه همچین مشکل در پروژه است، اولین اکشن چیه، پروسه‌ای که میخواید طی کنید چیه، آخرین اکشن که باید طی بشه چی هست از نظر خودت. و اصولا هیچ جواب درستی برای این وجود نداره، یعنی بر اساس پلن شما نگاه میکنن آیا میک سنس میکنه یا نه. من به نظرم در اینترویو مدیریت پروژه آن چیزی که ببین، چون یه بخشیش هم من همیشه به بچه‌ها میگم کار گرفتن یه بخشیشه، تو کار موندن یه بخش دیگه‌اش. خب و خیلی مهمه تو کار موندن. یعنی شما برید توی کمپانی 6 ماه دیگه بیای بیرون، اصولا اون رزومه رو شما به فنا دادی دیگه، تموم شد. من به نظرم خیلی خوبه که آدم به این نکته نگاه بکنه که اگر شما وارد مصاحبه مدیریت پروژه میشید واقعا آنچه که هستید رو نشون بدید. من یادمه که از من سوال پرسیدن استایل لیدرشپ تو چیه، گفتم من با بچهای تیم مدیریت میرم رستوران هر هفته. بعد همه خندیدن و من اون لحظه واقعا فکر کردم ریجکت میشم. گفتم دیگه، یعنی یه جایی رسیده بود انقدر من سیمپل گرفته بودم مسئله رو، گفتم ریجکت میشم و نشدم. اینا قرار بود 2 هفته دیگه به من جواب بدن، فردا صبحش به من ایمیل دادن که اوکی شد بیا. و خیلی میخوام بگم اتفاقات اینجوری هم هست. هانس بودن یکی از اون اسکیل هایی که گفتی به درد خورده بود اونجا. خیلی هم عالی بچه‌ها، دستون در نکنه. من خودم خیلی یاد گرفتم. من هیچ وقت وارد این پروژکت منیجری نشده بودم، چون همیشه احساس می‌کردم پروژکت منیجر یه سری آدمن که اون بالا فقط پول میگیرن و به بچه‌ای که تکنیکالن فشار میارن کار میکنه. ولی حالا از شماها یاد گرفتیم که نه، باید یه نالجی باید پشت سرش باشه، از خود گذشتگی داشته باشین، کامیونیکیشن اسکیل داشته باشین، کریتیکال تینکینگ پشت کار و خیلی چیزای دیگه. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. چون فکر کنم 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگه من بخوام جمع بندی کنم از شما سوال کنم احتمالاً دیگه زمانمون بگذره و این ویدیو قطع بشه. متاسفانه یعنی 1 ساعت بیشتر به قول معروف نمیتونیم نگه داریم. اگر در حد 30 ثانیه یک جمله خداحافظی، توصیه‌ای، چیزی داریم ما میتونیم بشنویم. عرض کنم خدمت شما ممنونم ازتون که این فرصت رو به بنده دادید در خدمت شما باشم، شاگردی کردید. امیدوارم که دوستان هر انتخابی که برای کریرشون میکنن رو واقعا دوست داشته باشن، چون بدون دوست داشتن واقعا به نظرم زندگی بی‌ارزش میشه. اصلا شما کاری که دوست نداشته باشید و بخواید انجام بدید. و میتونم اگر با ما یه توصیه از این برادر کوچیک بخوام به کس بگم، واقعا چیزی که ازش هر روز با لذت به خاطرش از خواب بیدار نمیشید رو با ما کار انتخاب نکنید. و واقعا هم هستن کسایی که مدیریت پروژه رو اینجوری میبینن.
ممنونم از خیلی عالی. قربان شما. علی در حد 10 ثانیه فکر کنم داریم خواهش می‌کنم. وارد من تشکر میکنم از دوستان و شما دو عزیز. من به دوستان توصیه میکنم مجرد پروژه پیدا کردن پوزیشنش توی کشورهای اینور به این سادگی نیست. بیشتر در واقع قبل از این به نیت این که من حتما مدیر پروژه شدم اینور زیاد امیدوارانه نیام واقعیتش. هم توی رشته تحصیلی که مدیریت پروژه انتخاب میکنن میخونن اینجا، همین که برای شغل مدیریت پروژه اپلای میکنن. خیلی صادقانه عرض کردم اینو من. خیلی خیلی متشکرم. وارد دقیقه 30 شدیم فکر کنم الان قطع بشه. من خداحافظی میکنم ازتون. شب و روز خوبی داشته باشید. بخیر. قربان شما. خدا